داخل ماینکرافت ما میتونیم پورتال ندر رو نصب کنیم. برای این کار کافیه پورتال اند بسازید و اینجا یه پورتال ندر میسازیم. گوشاشو میکنیم و بلاک موقت میذاریم اینجوری که من میذارم. خب و داخل روی اینجا پورتال اند را میسازیم و این بلاک های موقت رو میکنید. اول پورتال ندر رو شروع میکنیم و بعد دوتا پورتال اند رو. وقتی پورتال ها رو کامل کردید پورتال ها رو میکنید. اما پورتال ندر نصفه و ما اگه اینجا بلاک بذاریم کار نمیشه. اما اگه اینجا بلاک بذاریم کار میکنه. اگه اینجا بذارم این نابود میشه. نکنید نابود شد. واقعا یه چیز خفنیه. اگه شما داخل کایتیو انجام میدید پشمای رفیقتون رو میریزونید.